وزارت تندرستی تاجیکستان شام 28 ینور خبر داد که در یک شبانه روز اخیر در کشور 18 حالت نو گرفتار شوی شهروندان به کرونا ویروس نو کووید 19 ثبت شده. در عین زمان 32 نفر از این بیماری شفا یافتند. در یک هفته اخیر وزارت تندرستی 188 حالت به کرونا ویروس گرفتار شدن شهروندان را تصدیق کرد. این در حالی است که این وزارت از 13 سپتامبر سیاست گویا به نیستی رساندن کرونا ویروس در تاجیکستان را پیش گرفته. از 20 نوامبر به این طرف یگان حالت نو کرونا ویروس را در کشور اعتراف نمی‌کرد. به حساب وزارت تندرستی شماره رسمی گرفتار شدگان به این ویروس از آغاز پاندمی تا شام 28 ینور در تاجیکستان بر اساس آمار رسمی وزارت تندرستی به 17283 نفر رسیده. از این شمار تا امروز 17078 نفر شفا یافته، 124 نفر متاسفانه فوت دیدند و به این ترتیب تا شام 28 ینور 81 نفر گرفتار کرونا ویروس در شرایط خانه یا بیمارستان تحت طبابت باقی میمانند. وزارت تندرستی از شام 21 ینور بار اول آشکار شدن حالتهای نو گرفتاری شهروندان به این ویروس را تصدیق کرد. روز 20 ینور در مجلس جنبسته حکومت از کار وزارت تندرستی با یک لعن شدید شکایت کردن پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان صورت گرفت. یکی از اشتراکداران جلسه سالانه حکومت به پایگاه خبری بامداد گفت امامعلی رحمان از معلومات واقعی درباره کرونا ویروس را پنهان کردن وزارت تندرستی سخت انتقاد کرد و خطاب به وزیر تندرستی جمال الدین عبداللهزاده گفت ما کی را فریب داده ایستاده‌ایم؟ ما خودمان را فریب داده ایستاده‌ایم. امامعلی رحمان گفته است سبب پنهان کردن معلومات واقعی درباره کرونا ویروس حتی برای او قابل فهم نیست. امامعلی رحمان در طول سال 2021 بخصوص در تابستان سال گذشته که تاجیکستان به موج نوبتی خیلی پرقربانی کرونا ویروس دچار شده بود نیز چند دفعه از معلومات واقعی را درباره این بیماری پنهان کردن وزارت تندرستی تنقید کرد. یک بار حتی از عائله خودش یادآوری کرده است که من چه خیلی به رقم‌های شما باور کنم وقتی که شماره بیماران در بین خویش و تبارای خود من از این رقم‌های شما دیده خیلی بیشتر است. یادآور می‌شویم ماه ایول سال 2021 دو خویشاوند نزدیک پرزیدنت ازبکبی سعدالله‌یeva و خواهرش قربانبی رحمانووا از کرونا ویروس جان باختند و فرزندان قربانبی رحمانووا بنا به اطلاع دریافته در پی درگذشت مادرشان حتی وزیر تندرستی جمال الدین عبداللهزاده مدیر بیمارخانه حکومتی و چند طبیب را لطوکوب کردند. ولی با وجود تصدیق حالتهای نو پاندمی در کشور بسیاری‌ها بر اینند که شماره واقعی گرفتار شدگان و قربانیان کرونا ویروس در تاجیکستان خیلی بیشتر از آمار رسمی است که وزارت تندرستی اعتراف می‌کند.